حدود 2 ماه پیش بود که توی خیابون‌های صنعا یعنی پایتخت یمن یه بوهایی بلند شد. نه بوی کباب یا مرغ سوخاری، نه بوی لبو یا شلغم، بلکه بوی گند ولایت بلند شده بود. یعنی تلویزیون سیدعلی رو که باز می‌کردی می‌دیدی همه با نیش باز دارن فوت می‌کنن تو بادکنک منطقه‌ای ولایت که بله بیا ببین تو یمن داره دولت جدید سر کار میاد. بعد از مدت‌ها وقفه در روابط تهران صنعا، حالا و با روی کار آمدن دولت مردمی در یمن، نخستین گام‌ها برای افزایش همکاری‌ها برداشته شده. به نظر می‌رسد شرایط برای آغاز فصلی جدید در روابط دو کشور مهیا باشد. بعد از این داستان دیگه بروبیایی بود. ترانزیت تهران صنعا رو راه انداخته بودن. بی بی هیئت بیاد بمب ببر، نون خشک بیاد دمپایی ببر. رئیس شورای سیاسی انصارالله یمن برای دیدار رسمی و گفتگو با مقامات ایران وارد تهران شد. حالا گفتگو با مقامات که سهله، طرف رو آوردن توی تلویزیون تا با کمپرسور این بادکنکه رو حسابی باد کنه، چون قرار شده بود که دنب یمن جدید رو گره بزنن به ریش قدیم ولایت و یمن هم دیگه بیاد تو باشگاه ولایت. آقا دیگه اینقدر باد نکنه میتره که دوباره. یمن در یک موقعیت استراتژیک و راهبردی است و میراث فرهنگی عمیقی دارد. با جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد که به دلیل حجم راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه ما ارتباط داشته باشیم. باید روابط قوی باشد، ممتاز باشد. در گذشته این روابط قوی نبوده و این روابط حتما باید تقویت بشود. پامنبری خامنه‌ای هم دم گرفته بودن که به به و چه بیایید یمن هم رفت زیر سلطه سیدعلی. به 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 چه خبر دنیا، خیزد ز یمن ترانه عشق علی. دیگه خیلی دل گنده میکنیش. ببین بله ولی فقیه و عملو و اکرش مشغول فوت کردن توی این بادکنک بودن. بله ولی فقیه و عملو و اکرش مشغول فوت کردن توی این بادکنک کذایی بودن که ناگهان طوفانی بلند شد و ای کاش که فقط بادکنک میترکید، عمامه بود که این وسط پریشون شد. این حوادث گریه آور در یمن جاری است. من هشدار میدم به سعودی ها، باید از این حرکت جنایت آمیزی که در یمن میکنن باید دست بردارن. جنجال درست خواهند کرد که ایران در کار یمن دخالت کرد. بله این دخالته، این که ما نشستیم اینجا 2 کلمه حرف میزنیم این میشه دخالت. هواپیماهای جنایتکارشون آسمان یمن رو ناامن کردن، اون دخالت نیست. بادکنک که ترکید به به و چهچه هم روی سر و ریش آخوندها ماسید. دیگه به جای بلدرم و تقویت رابطه با یمن جدید رفتن تو فاز منت کشی و التماس. دنبال فتنه در این منطقه نباشند، حمله نکنند در کشور یمن. چرا دست دوستی، برادری، آشتی به سوی ملت‌های دیگر دراز نمی کنند؟ حالا یه بسیجی رو در نظر بگیرید که داره همه این اخبار رو میشنوه. با خودش میگه هسته‌ای که به فنا رفت، یمنم که به فنا رفت. یعنی در یک کلام یمن و هسته‌ای سانتریفوژ ها دادیم. یمن و هسته‌ای، یمن و هسته‌ای سانتریفوژ ها دادیم. اینجا بود که سرگوریل نظام زورشپون رفت توی این برنامه تا این صحنه رو جمع و جورش کنه. خب در خصوص موضوع و میهمان برنامه امشب نگاهی از طریق خبرگزاری‌ها و پایگاه اطلاع رسانی رسانی شده بود که قرار بود وزیر محترم کشور مهمان امشب نگاه یک باشند و همین منظور هماهنگی‌های لازم هم با دفتر وزارتخانه صورت گرفته بود، اما قبل از ظهر امروز از دفتر آقای وزیر با همکاران من تماس گرفتند و اعلام کردند که ایشون نمیتونن در برنامه امشب حاضر بشن. ما سعی کردیم و تلاش کردیم که از امرای محترم ارتش، از فرماندهان گرانقدر ارتش هم در برنامه امشب دعوت بکنیم و حضور داشته باشن این عزیزان
که ظاهراً به دلیل تراکم برنامه‌های این ایام ارتش فرصت حضور در برنامه رو نداشتن. آها، ظاهراً تو این وضعیت پتال هیچکی حاضر نبوده بیاد جلوی دوربین، به خاطر همین دیگه این گوریل مشنگ رو آوردن. اونم سوت بلبلی رو برداشت و شروع کرد. خب حاجی گوریله، قضیه این یمن چیه؟ واسه بسیجی‌ها شفاف سازی کن که بالاخره نظام تو یمن دخالت میکنه نمیکنه، منفعت داره نداره، قضیهش چیه؟ امروز اگر از یمن حمایت میکنیم، از ملت یمن، ما هیچ منافعی در این ماجرا نمیبینیم، بلکه ما گاهی امنیت ملی خودمون رو برای حفظ عزت و امنیت اونها به خطر انداختیم. آها، هیچ منافعی ندارید نه؟ این همینطوری از روی سادگی امنیت و عزت و حشمت اضافی داشتید، رفتید اونجا بریزید تو دریاره؟ خب حداقل اینو به این یارو کروکودیل عمامه دارم میگفتی که دیگه اینجوری سود نزنه. یه روزی مرزهای ما شلمچه بود، حاجی عمران بود، مهران بود. امروز مرز ما ساحل مدیترانه است. امروز یمن داره شعار اسلامی و انقلابی میده. بله، میبینید که یمن منافعی برای نظام نداره، فقط مرزشون رو بردن اونجا. حالا این کروکودیله میگه مرز رو بردیم اونجا، اما باز این حاجی گوریل خودشو میزنه به گیجی. و ما از کجا رفتیم اونجا حضور پیدا کردیم؟ چرا این حضور نامشخص اگر حضور ما یک حضور پرحجم و قاطع و تعیین کننده است؟ با این همه سیستم های جمع آوری اطلاعات، این همه موبایل که هر کدوم یک سیستم جمع آوری اطلاعاتی، چرا هیچ قرینه ای از این حضور وجود نداره؟ مطمئنی که هیچ قرینه ای وجود نداره؟ ببین شما یک سرهنگ و سروان اون طرفو گم نکردید؟ چون یه جفت سرهنگ و سروان سپاه پیدا شده. التطور الأبرز ميدانيا كان من عدن بعد تمكن المقاومة الشعبية من اعتقال ضابطين إيرانيين، أحدهما برتبة عقيد والآخر نقيب، في كل من خور مكسر والمعلى. وبحسب مصادر العربية فإن الضابطين كانا يقودان العمليات العسكرية لصالح ميليشيات الحوثي وصالح. خب حالا با این حضور نامحسوستون توی کشورهای منطقه، یک گزارشی بده که وضعیت نظامتون توی افکار عمومی منطقه چجوریه؟ شما به درون افکار عمومی ملت ها برید، تصویری بسیار جذاب و دلنشین و سرشار از احساس و عاطفه از ما دارن. اوکی، ببین حالا ما میریم تو افکار عمومی ملت ها تا یه تصویر بسیار جذاب و دلنشین و سرشار از احساس و عاطفه ببینیم. اونم از کجا؟ از خود یمن. بابا تو که اومدی به بسیجی‌ها امداد رسانی کنی، بدتر جونشونو بالا آوردی. آقا اصلا این حاجی گوری رو ولش کن، بریم ببینیم خود سیدعلی برای این اوضاع چه پیش بینی داره. اگر اونا توانستن در غزه پیروز بشن، اینا هم خواهند توانست در اینجا پیروز بشن. البته اگر اونا هم پیروز بشدن، باز پیروزی اینا احتمالش 0 بود. الان احتمالش زیر 0 است. اینا قطعاً ضربه خواهند خورد، قطعاً بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. بابا ما گفتیم پیش بینی، بعد تو رفتی سراغ بینی؟ بادکنک ترکیده که دیگه فوت کردن نداره. همین حرفا رو میزنی که حتی سرگوریلت هم حوصله گوش کردن به حرفاتو نداره. حتما ترجیح میدم به جای اینکه به صحبت‌های ایشون گوش کنم، کارتون گوریل انگوری رو ببینم. و به این ترتیب ما بنا به درخواست این گوریل یک سکانس از خاطراتش رو پخش میکنیم و برنامه امروز رو به پایان میبریم. شب خوش.
انگوری گوریل انگوری. این چیه؟ انگوری معلومه چیه؟ میگم خدای من فقط یه ما تو موشه براش لباس بدوزم. هیچ مسئله نیست. خیلی خوب انگوری درش بید. خیلی خوب بگلی. ای دوستی من واقعا که جالب شدی. کاش میدونستم در مورد مجسمم همینو بگم.